13 اکتبر 1972 یک تیم راگبی اوروگوئه‌ای سوار یک هواپیما در حال پروازند. خلبان توی بلندگو اعلام میکنه یه مقدار چاله‌های هوایی رو باید عبور کنید. نگران نباشید. این هواپیما از پایتخت اوروگوئه مونته‌ویدئو بلند شده بود و میخواست بره سانتیاگو، پایتخت شیلی. دکتر تیم راگبی اوروگوئه روبرتو کانسا به یکی از بچه‌ها میگه چرا هواپیما اینقدر نزدیک به کوه پرواز میکنه. چند ثانیه بعد هواپیما به قدری به کوه نزدیک میشه که یه بالش میخوره به کوه و کنده میشه و روی دامنه‌های همون کوه سقوط میکنه. روبرتو دکتر تیم که در مورد این واقعه کتابی نوشته میگه وقتی خوردیم زمین سرم محکم به صندلی جلو خورد و به قدری گیج بودم که فکر میکردم مردم. بعد مسافرای دیگه به قدری جیغ و فریاد میزدن که روبرتو کانسا یه جورایی هوشیار میشه و تازه میفهمه چه فاجعه‌ای به بار اومده. اون میبینه که یکی از بچه‌های تیم از چشماش خون میزنه بیرون و بقیه دارن آه و ناله میکنن و تن و بدنشون شکسته شده. رشته کوه آند رو که میشناسید، طولانی ترین رشته کوه دنیاست که مرز شیلی رو تشکیل میده. بدشانسی این هواپیما این بود که توی این رشته کوه پربرف سقوط کرده، تازه برف سنگین هم داره میاد. این مسافرایی که همه درب و داغون بودن بوی بنزین هواپیما رو احساس میکنن و از ترس آتش سوزی هواپیما بیرون میرن و با ساک و چمدون‌هاشون روی برف‌ها یک صلیب بزرگ میسازن که شاید کسانی که برای کمک میان پیداشون کنن. یه SOS بزرگ هم در برف حک میکنن. میدونید که SOS یعنی کمک، ولی بارش برف سنگین اجازه نمیده و اون SOSی رو که حک کرده بودن میپوشونه. 2 روز میگذره ولی هیچ کسی به کمکشون نمیاد. این هواپیما 45 مسافر داشت که 12 تاشون در جا کشته شده بودن. 5 تاشون هم چند ساعت بعد از سقوط به علت خونریزی مردن. 28 نفرم فعلا زنده‌اند. 2 هفته میگذره تا اینکه میرسیم به روز 17. هیچ کمکی نمیاد. اینها در دامنه کوهی با میلیون ها تن برف بودن. یک بهمن غول‌پیکر از کوه میاد به سمت هواپیما و 9 نفر از اینا رو بر میداره و میبره. اونها هرچی تو هواپیما داشتن خورده بودن و فقط مقدار کمی خوراکی براشون مونده بود. از طرفی هواپیما در ارتفاع 3600 متری سقوط کرده، جایی که به شدت سرده. سرما داشت زجر کششون میکرد. از لحاظ آب مشکلی نداشتن، اما غذا داره تموم میشه. از طرفی تحمل سرما رو اصلا ندارن. برای همین تیکه های هواپیما رو برمیدارن و با اون آلونکی میسازن تا بتونن از سوز و سرما در امان باشن. نور برف داشت چشمشون رو کور میکرد. برای همین با چرم صندلی های هواپیما برای خودشون چشم‌بند درست کردن و با شکستن فلزات هواپیما تونستن دست و پای شکسته دوستاشون رو صاف نگه دارن که حداقل شروع کنه به جوش خوردن و بدتر نشه. روبرتو کانسا که گفتیم یه پزشک بود و خیلی به داد همه میرسید. اون جنازه هایی رو که با بهمن کشته شده بودن گذاشت زیر برف که حداقل سالم بمونن. روبرتو در کتابش نوشته من با جوانان باهوشی هم سفر بودم و چون میخواستن زنده بمونن هوششون بیشتر هم شده بود. 17 روز گذشته، غذا تموم شده، ارتفاع به حدی زیاده که حتی یک حیوان هم پیدا نمیشه که شکار کنن و بخورن. ولی همه‌شون میدونستن که یک سری گوشت زیر برف‌ها هست. بله، جنازه ها. اونها پس از تحمل گرسنگی بالاخره یک راه انتخاب کردن که هممون میدونیم چیه. بیشتر مسافرای هواپیما مسیحیان معتقد بودن و این کارو بد میدونستن. ولی از قدیم گفتن گرسنگی دین و ایمان نمیشناسه. روبرتو یک پزشک بود و میدونست کدوم قسمت‌های بدن جنازه ها مواد مغذی داره که بتونن بخورن. البته میگه خیلی کار سختی بود چون تمام این جنازه ها سالها دوستامون بودن و حالا مجبور بودیم بخوریمشون. یکی از افرادی که زنده مونده بود اسمش کوشین سیرته بود. اون اصلا نمیتونست از جنازه ها بخوره ولی بعد از گذشت چند ساعت مجبور میشه بخوره. بالاخره همه تصمیم گرفتن از جنازه ها تغذیه کنن. روبرتو آدم بسیار قوی بود
و به همه روحیه و راه حل میداد و به اونها میگفت بخورید، ناراحت نباشید. من اگر مرده بودم و دوستام گرسنه بودن، خودم میگفتم جنازه منو بخورید. اونهایی که زنده موندن میگن اگر روبرتو نبود هممون روزهای اول مرده بودیم. حالا 1 ماه گذشته. هیچ کس به دادشون نمیرسه. بالاخره تصمیم میگیرن 3 نفرشون با فلزات هواپیما کفش برفی درست کنن و از کوه برن بالا تا ببینن در کجا قرار دارن. ولی وقتی میرن اون بالا وحشت میکنن. میبینن دور تا دورشون کوه و سرازیری. 10 روز طول میکشه سرازیری رو میان پایین و تازه به جایی میرسن که چشمه و زمین سبز میبینن. همین بهشون روحیه میده. باز 70 کیلومتر طی میکنن تا بالاخره به یک روستا میرسن. با شهر تماس برقرار میکنن و خبر زنده موندنشون رو به دولت اعلام میکنن. خلاصه بعد از 70 روز از سقوط، دولت شیلی 2 هلیکوپتر میفرسته و اینها رو پیدا میکنن. 16 نفر جون سالم به در میبره. یعنی جمعاً 29 کشته داده بودن. ولی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به قدری با اونها بدتا کردن که اونها خجالت میکشیدن بگن ما جزو مسافرا بودیم. همه جا میگفتن دولت شیلی آدمخورا رو نجات داده و این برای مسیحیای معتقد خیلی بد بود. چون میگفتن کسی که آدمخور باشه باید کشته بشه. بالاخره اونها به اوروگوئه برمیگردن و کلیسای اونجا میبخشدشون. بعد از اون دیگه حداقل در اوروگوئه کمتر اذیتشون میکردن و دیگه بهشون نمیگفتن شیطان. در کل مسیحیت اینا رو نمیبخشید. اگرم کلیسای اوروگوئه بخشیدشون فقط در اوروگوئه جواب میداد. برای همین یک سری از اعضای تندروی کلیسا رو سوار هواپیما کردن و هواپیما رو بردن همونجا کوبیدن به کوه. گفتن حالا ببینیم شما چی کار میکنید. البته یه تیکه رو جدی نگیرید.